شرافت سیاست دوربینانه و خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تمام نقطه‌های دوردست کشور در رشد و نمو قرار دارد. من که یک ساکن ناحیه ونج محسوب می‌یابم، در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با شرافت سیاست خردمندانه جناب عالی مرکز ناحیه ونج و بنیادکاری و سازندگی روبرو گردید که سیمای مرکز ناحیه را تماما دیگر کرد. امروزها در مرکز ناحیه ونج بناهای خامد افراختند که هر یک ساکنان و مهمانان را به وجد می‌آورند. مردم از این شکرانه میکنند. شکرانه از آن میکنند که در کشور آرام و آسایشته زندگی میکنند. تمام شرایط زندگی برای زندگی شایسته فراهم آمده ایستاده است و صلح و ثباتی که امروز در فضای کشور ما طنین انداز است، روح الهام هر یک ساکنی، هر یک باشنده جامعه امروزه تاجیکستان را به آن وادار میکند که مهر و محبت و صدق و وفای خود را نسبت پیشوای ملتی که تمام عمر خود را برای پیشرفت و شکوفایی کشور شکرانه داریم و یک فرموده به یاد من میآید که جناب عالی بهترین لحظه شیرین‌ترین حیات عمر خود را که دوره جوانی است برای آبادی و برای حفظ و برای پیشرفت و شکوفایی کشور خود بخشید و صاحب قلم میگوید که جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد، گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. این خدمت‌های شایسته و ابرمرد ملت هر یک فرد تاجیک مهنت و زحمت این پیشوای معظم خود را قدردانی میکنند و ما شکرانه میکنیم که به این دوره آرام و آسوده رسیده ایم. صلح و ثبات را که دستاورد عزیزترین ملت محسوب می‌یابد چون گوهرک چشم حفظ کنیم و من باوری کامل دارم که در پرتو سیاست خردمندانه جناب عالی هر یک فرد تاجیک تمام قوای غیرت خود را برای شکوفایی وطن میبخشد و خاصه جوانانی که امروز یکی از قشرهای اساسی پیشبرد جامعه محسوب می‌یابند درک نمایند که و شکرانه کنند که چنین رهبری خردمند و پیشوای معظم داریم که ملت را بر راه درست و برای سازندگی‌های بی‌نظیر راهنمون می‌سازد و ونج باستانی که از قدیم فرزندان بزرگ و برومند داشتند در تمام ساحه‌های حیات از آن افتخار می‌کنیم که پیشوای معظم ملت ما به یکی از ناحیه‌های دوردست جمهوری ناحیه ونج تشریف می‌آورند و هر یک ساکن خرد و کلان ساکنین ناحیه ونج در بزم و سرود در شادی و خرسندی قرار دارند که یک شخصیت بزرگ ملت، یک ابرمرد ساحه سیاست جهانی قدم مبارک خود را به ونج باستانی میگذارند. همچون یک نیروی ذهنی از آن افتخار میکنیم که در دوران استقلالیت و تمام شرایط ها و تمام امکانیت ها دست داریم که برای پیشبرد و برای عملی سازن سیاست خردمندانه جناب عالی قوای غیرت خود را مصرف نماییم. ما مادران ونج امروز خیلی خرسند و خوشحال هستیم که جناب عالی پیشوای معظم ملت مهمان ما شدند. هر یک قدم های مبارک جناب عالی و ناحیه ما حسن شکوفایی و زیبایی می آورد. از این سر ما به آسمان می رسد و ما مادران همیشه دست به دعا داریم. آن که به ما خانه آباد و دستارخونی پر از ناز و نعمت روزگاری خوشی با سعادت هدیه نموده است، همیشه و همیشه صحتمند و سلامت و خانه آباد باشد. این دعای ما مادرای ونجی برای پیشوای معظم ملت. من دهقان زن گرانت پرزیدنتی در 2021 که با دستگیری پیشوای معظم ملت صاحب شدم و صاحب کاری را پیشه نمودم و به یک موفقیت‌های نائل شدم که من گرمخانه دائم عمل کننده سبزیجات و میوه‌جات بروقتی را به راه ماندم و از این خیلی خرسندم که من در زندگی خود کمی هم باشه خانه ما دستگیری میکنم و با شرافت پیشوای معظم ملت و دستگیری های صاحبکارای ناحیه ونج. این هم دستگیری های پیشوای معظم ملت است که صاحبکاری در بین زنان ناحیه ونج رشد و ترقی یافته است. طبق همین گرانت های پرزیدنتی است که بسیارتر زنان ما صاحبکار شدند، چه به سودا، چه به کشت کاری سبزیجات و باغداری و همه ساحه نائل گردان امروز باشد در زندگی خود مقام خود را یافتند و زندگی را خوش و خرسندانه پیش برده است. ما امروز آرام و آسوده ایم و
زندگی تنج و امان داریم. اینم باشد با شرافت پیشوای معظم ملت که وطن ما در سایه دست وحدت آفرین او چهره کشیده و زیبا و صلح آفرین دارد. شکرانه استقلالت هم میکنیم شمی زندگی خوش و خرم داریم. ما مردم بدخشان خصوصا ناحیه ونج پیش استقلالت ما خیلی راحت نداشتیم. ما هم سین سال رفتگی میدونیم زندگی کردیم، دیده بودیم که پیشتر در دوره 75 سال شورای ما چقدر زندگی داشتیم. خصوصا ما مردم بدخشان ای ماه نوامبر که رای ما محکم میشد تو ماهای ما ایون را محکم بود. خوراکای ما را همچون ترانزیتی گفته پیشتر می آوردن. سالی که اگر برف زمستان بسیارتر می اومد تو ماهای اپریل مارس اپریل ما علاقه خوراک تمام میشد. انتظاری میکشیدیم کی را میشود کی را میبرد. حاضر به شرافت خدمت‌های شایسته جناب عالی که ما خدمت‌های باید باوری داریم. برای ساختمان همین شاهراه عظیم درواز ونج ما از سخن‌های همین جناب عالی باوری داشتیم، از شهرت و غیرت‌های جناب عالی باوری داشتیم که همین شاهراه ساخته ایستاده است. خصوصا برای مردم ما بدخشان که اثرها سالها ماها هیچ کس در گوشه خیالش هم نبود که همین راه ای درواز به سرحد روشن همین خیلی ساخته آباد کرده می شود. با همین زندگی خوش خرمانه و تنجی که حاضر داریم ان شاء الله که با بعد ساختمان این راه با زندگی مردم با دوچند با بهتر با نفسر می گردد. ما خدمت‌های شایسته جناب عالی شکرانه میکنیم که این آبادی، این تازگی، این آب همش ای خدمت‌های شایسته برجسته جناب عالی بگذار سالها در بالای سر ما راهبر باشد و ما زندگی تنج و آرام و زندگی نذاشته باشیم. کارنامه‌های این شخصیت بزرگی برجسته تاریخ ملت است. محترم امام رحمان حاضر درواز مثال تا کلوبا 2.5 ساعت رفته میرسی. هیچ کس از باوری نداشت که امن دیودره که پیشتر مثال دیودره میگفتن من خودم یک بار دو بار امن دهم دورای بیزیبی هم را گذشتگی بودم. باوری نبود که مسافه همین 80-90 متر این کی پست میکنه چخیل میسازن. وقتی که رک شده شد رفتم با چشمای خودم دیدم باوریم ناومد که همین دیودره پیشتر حقیقتا همین دیودره حقیقتا حاضر گلدره شد که حاضر در بین 2 ساعت 2.5 ساعت میره در شهر دوشنبه رفته میرسید. باوری داریم که همین شاهراه بزرگی که حاضر بود پیش گرفته از درواز ونج از خدمت‌های شایسته و برجسته جناب عالی سرور دولت امام علی رحمان با باوری داریم که تا ناحیه ونج ما ساخته می شود. من موجود و اسمیناز گیرنده کوتای پرزیدنتی فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام استاد ساتی ملوغزاده که توسط کوتای پرزیدنتی توسط دستگیری‌های پدرانه پیشوای عزیز ملت تمام محترم امام علی رحمان تحصیل داریم. ما جوانان شکرانه از آن میکنیم که امروز در چنین مملکت آباد و زیبا تحصیل و علم داریم. از چنین ناحیه‌های دوردست در داخل شهر تحصیل داریم. ما شکرانه میکنیم که در چنین بناهای آباد و زمانوی تحصیل داریم. ما جوانان همچون پیروان اصیل پیشوای ملت گفتنیم مقدسات ملی را هم وزن جان خود دانسته به مادر وطن و سرور محبوبمان صادقانه خدمت میکنیم. محض سیاستی سازنده جناب عالی است که امروز ناحیه ونج از تمام بناهای زمانوی، باغچه‌های کودکانه، مؤسسه‌های تعلیمی، کارخانه و اداره‌ها و راه‌های اسفالت پوش که جوابگو به استانداردهای بین‌المللی است فراهم آورده شده است. من خواجه زاده پیمانه دانشجوی کورس دوم فاکولته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان که در اساس دستور اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تشریف آورده بودند به من قوت پرزیدنتی جدا گردید. من مینداری خود را به پیشوای معظم ملت بیان می‌نمایم که با ما دختران دوردست کوهستان مملکت چنین غمخوری‌های پدرانه دارد. در جواب غمخوری‌های پیشوای معظم ملت وعده می‌دهم که دانشگاه را با سر بلند ختم نموده در ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری فعالیت نموده برای رشد وطن عزیزم سهم خود را می‌گذارم.